سلام. یه سوالی ازت دارم. چرا 90% افرادی که برنامه‌نویسی رو شروع میکنن بعد از یه مدتی کوتاه کلا ولش میکنن؟ شاید با خودتون بگید نه، من حتما ادامه میدم، من تا تهش میرم، من انرژی و انگیزه کافی رو برای این کار دارم. ولی خب واقعیت اینه که اونا هم همچین عقایدی رو ابتدای کار نسبت به خودشون دارن، ولی وسط کار جا میزنن و کلا میذارنش کنار. امروز میخوام خیلی خودمونی و صادقانه این معضل و این مشکل رو با هم دیگه ریشه یابی کنیم. پس با من همراه باشید تا در ادامه ویدیو به این موضوع بپردازیم. این کانال اسکیل کدیک هست. من علی آفرین هستم. به صورت هفتگی آموزش هایی در مورد برنامه‌نویسی آپلود میکنم. اگر به این قبیل آموزش ها علاقه دارید میتونید سابسکرایب کنید و اون زنگوله پایین رو اگه بزنید خب بهتون اطلاع داده میشه و میتونید استفاده کنید. اشتباه اول، طرف فکر میکنه وقتی برنامه‌نویسی رو 2-3 ماه کار کنه میتونه اونو به یک شغل درآمدزا تبدیل کنه، در صورتی که وقتی که میاد توی مسیرش میبینه که نه، خیلی سخته، خیلی نفسگیره و خیلی زیر و بم داره، واسه همین جا میزنه و خب طبیعیه که دیگه کلا بذارتش کنار. اشتباه دوم، منابع زیاد و تمرکز کم. خب منابع زیادی برای یادگیری برنامه‌نویسی وجود داره، مثل جاوا، سی شارپ، پایتون و امثال اینها. وقتی یه کمی از این، یه کمی از اون، یه خورده از این یاد بگیره که کاری باش نمیتونه انجام بده، واسه همین جا میزنه و کلا میذارتش کنار. اشتباه سوم، تئوری یاد گرفتن و انجام ندادن کارها و پروژه های عملی. وقتی شما هزاران خط کد بنویسید ولی اونو به یک پروژه عملی و کاربردی تبدیلش نکنید که فایده ای نداره که، چون اصلا نمیتونید باهاش وارد بازار کار بشید. خب وقتی که میاد سراغ انجام پروژه های عملی میبینه اصلا اون چیزایی که یاد گرفته اصلا به دردش نخورده، چون اصلا نمیدونسته اون رو چجوری به یک عمل تبدیل کنه. خب واسه همینه که کلا زده میشه و باز رهاش میکنه متاسفانه. اشتباه چهارم و از همه بدتر، خطایابی و رفع مشکل باگ. ببینید در طول انجام یک پروژه قطعا طرف با انواع خطاها و باگ‌ها مواجه میشه که خب اگه کسی نباشه که به دادش برسه اون زود زده میشه. شاید یه خطایی که به وجود بیاد دقیقاً 3-4 روز زمان ببره تا بخواد اونو پیدا کنه، تازه اگر که بتونه راه حلش رو پیدا کنه. رو همین حساب وقتی این خطاها و باگ‌ها زیاد میشه دیگه طرف کلا زده میشه و رها میکنه. خب راه حل چیه؟ راه حل اینه که با یک نقشه مشخص و روشن، پشتیبانی و خطایابی گام به گام و انجام پروژه های عملی پیش برید. همون چیزی که من در کلاس‌های خصوصی اینا رو مد نظر قرار دادم و خب کاملا پروژه محور با هم دیگه جلو میریم. هر چند جلسه یک قطعه کار عملی و انتهای دورم که یه پروژه کاملی که تمام قطعه پروژه قبلی رو در بر بگیره رو مد نظر قرار دادم. اگه میخواید برنامه‌نویسی رو به صورت جدی و با انگیزه شروع کنی و تا انتهاش هم پیش بری بدون هیچ مشکلی، یک جلسه رایگان به صورت مشاوره‌ای و آشنایی در نظر گرفتم که میتونی تشریف بری و سوالات رو بپرسی و سوال جواب کنی و اگه دوست داشتی کارهای ثبت نامتو انجام بدی برای یک شروع عالی. لینک تلگرام، واتساپ و شماره تماس هم جهت هماهنگی این جلسه وجود داره که خوشحال میشم در خدمتت باشم.